سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. بحث و انجام مذاکرات میان هیئت‌های امارت اسلامی و پاکستان در ترکیه. بهره برداری از دو پروژه تولید برق در هلمند و قندهار. و حملات رژیم اسرائیل بر نوار غزه. امروز یکشنبه چهارم ماه عقرب سال 1404 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها. هیئت مذاکره کننده افغان در استانبول پس از 15 ساعت بحث مسلسل ساعت 2 شب گذشته مسوده نهایی خود را به طرف پاکستانی سپرد. در این مسوده تمرکز شده است که پاکستان نباید حریم زمینی و هوایی افغانستان را نقض کند و نیز به هیچ گروه یا مخالف اجازه فعالیت علیه افغانستان را ندهد. همچنان آمادگی نشان داده شده تا برای تعقیب توافق آتش‌بس یک چینل 4 جانبه ایجاد شود تا معلومات تخلفات و ارزیابی را تبادله کنند. این مسوده از سوی میانجی‌ها به طرف پاکستانی سپرده شده و امروز صبح ساعت 6 مسوده دوم از سوی آنان سپرده شد. امروز ساعت 12 هر دو تیم بار دیگر در حضور میانجی‌ها گرد هم آمدند و تلاش کردند تا به یک نتیجه نهایی برسند. دستگاه تولید برق آبی گرشک با ظرفیت 4.8 مگاوات در ولایت هلمند و سرکت دوم لین انتقالی 110 کیلوواتی از ولسوالی سنگین هلمند و ولسوالی میوند قندهار به بهره برداری سپرده شد. دکتر عبدالباری عمر رئیس عمومی اجرایوی شرکت برشنا در مراسم بهره برداری این پروژه ها از سرمایه‌گذاران دعوت کرد تا در پروژه های مربوطه به سکتور انرژی برق در کشور سرمایه‌گذاری کند. وزارت دفاع ملی میگوید که 108 منسوب پس از فراگیری آموزش‌های 3 ماهه مسلکی و نظامی از مکتب عالی فرقه عملیات‌های خاص این وزارت فارغ شدند. این منسوبان آموزش‌های کامپیوتر، ماستر دریوری و پرتاب را فرا گرفتند. و در اخیر شبکه خبری الجزیره گزارش داده که با وجود آتش‌بس در غزه رژیم اشغالگر اسرائیل شب گذشته در نتیجه حمله طیاره بی‌سرنشین یک فلسطینی را شهید و 4 تن دیگر را در این منطقه زخمی کردند. از سوی هم وزارت صحت غزه گفته که رژیم اشغالگر اسرائیل پس از برقراری آتش‌بس در غزه تا اکنون دست کم 93 فلسطینی را در این منطقه به شهادت رسانده و 324 تن دیگر را زخمی کرده است. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به صفحات اجتماعی ما در تلگرام، واتساپ و اکس.